با درود بسامد و سرآمد خدمت همه دوستداران اهل ادب و اندیشه و نظر. امیدوارم که سال 1403 سال خوبی باشه برای شما، آکنده از مهر و مشحون از مهربانی باشه براتون، دلتون شاد باشه و همیشه با عشق و صفا باشید. موضوعی که میخوام درباره آن صحبت کنم مسئله زبان تیپیکال یا زبان تیپیک و زبان تکنیک یا تکنیکال در جامعه هستش. به تعبیری دیگر یا به بیانی ساده تر میتونیم بگیم که همون زبان تخصصی و زبان محاوره‌ای یا عامیانه. شوربختانه در جامعه ما فرهنگ مطالعه نهادینه نشده. من اعتقاد دارم که فرهنگ مطالعه باید آموزش داده بشه و جامعه ما بتونه فرهنگ مطالعه رو در سنین پایین و به ویژه در مدارس به خوبی یاد بگیره و در هر سنی ما باید کتابی رو مطالعه کنیم که به فراخور روحیات ما و سلایق فکری و علایق رفتاری و روحی ما بخوره و این کتاب با زبان، ایدئولوژی، زندگی ما کلافی عمیق خورده باشه. اولین کتابی که ما میخونیم در واقع این کتاب میتونه که در شخصیت ما بسیار تأثیرگذار باشه و مسیر زندگی رو به ما یاد بگیره، مسیر دانش رو به ما یاد بده، به ما یاد بده که چجوری باید زندگی کنیم، چجوری باید با دیگران تعامل داشته باشیم، ساختمان زندگی خودمون رو چجوری بسازیم و در کمک به ساختمان زندگی دیگران هم فرهنگ مطالعه به ما کمک میکنه. اما شوربختانه در جامعه ما چیزی به نام فرهنگ مطالعه خیلی ضعیف هستش، خیلی کم هستش و تقریبا میتونم بگم که درصد مطالعه در ایران بسیار کم هستش و بیشتر مردم به سمت مسائل میرن که خیلی ساده هستش و میتونه به اونا تسکین روحی بده، یک تسکین مقطعی مانند یک قرص مسکن که به شما تسکین مقطعی میده و دوباره درد شروع میشه. انسان ها برای اینکه بتونن آگاه بشن، بتونن در پی آگاهی برای آگاه شدن باشن یا در پی ناخودآگاه خودشون باشن، دل آگاه خودشون باشن، بخوان که ساختمان شخصیت فکری و فرهنگی خودشون رو بسازن، حتما باید زیر ساخت آن فرهنگ مطالعه باشه. از این رو میگم فرهنگ مطالعه که در واقع مطالعه باید به یک فرهنگ تبدیل بشه، به یک معانی و اعتقادات مشترکی تقسیم بشه که هم اجتماع و هم اختیار اجتماع و هم جبر اجتماع از این فرهنگ استقبال میکنه، طرفداری میکنه، حمایت میکنه. تا زمانی که فرهنگ مطالعه در جامعه ما نهادینه نشه و این نهاد
دینه شدن به یک نهادینگی بایسته و شایسته نرسه، مشکل زبان تیپیکال در جامعه ما هست. شما ملاحظه بفرمایید در همین اینستاگرام یا شبکه‌های مجازی دیگه، در واقع شما یک چیزی رو به صورت اصولی و در ساختگی یاد نمیگیرید. اغلب چیزهایی که شما یاد میگیرید زودگذر، لحظه‌ای و نوعی برساختگی واپسگراست و به مرور زمان از یاد شما این یادگیری ها حذف میشه، پاک میشه. و جامعه ایران، نه اینکه همه جامعه ایران، ولی اغلب مردم ذهنشون تنبل شده و به دنبال چیزهای بسیار ساده هستن. میخوان که خودشونو با همین مسائل تیپیکال، مسائل جزئی و معمولی سرگرم کنند و نمیخوان که در واقع اون زیر ساخت فرهنگی و فکری خودشونو با مواد و مسائل بسیار بهتری بسازند. و اینه که نویسنده یا کسی که اهل مطالعه هستش، اهل دانش و پژوهش و بینش و منش هستش، شوربختانه در جامعه ما جایگاهی نداره. یعنی در واقع برای یک عکس یا برای یک چیز خیلی تیپیکال، معمولی، سطحی، افراد خیلی طرفداری میکنن، استقبال میکنن از این نوع چیزا و لایک بسیاری هم میخوره تا دلت بخواد. اما برای یک اندیشمند، یک متفکر، یک کسی که میتونه به جامعه ما در حال و آینده کمک کنه، کسی طرفدار اینا نیست. حداقل شاید 100 نفر، 200 نفر، نهایتاً 500 نفر باشه که اینا هم افرادی هستن که فرهنگ مطالعه رو یاد گرفتن، درک درستی از مطالعه و تفکر و دانش و اندیشه دارند و ما بقیه افراد طرفدار نویسنده یا هنرمند نیستند. هنرمند به معنی واقعی در جامعه ما خیلی کمه. هنرمندی که میخواد زندگی کنه برای انسانیت، میخواد زندگی کنه برای محبت، برای احساس، برای همه مؤلفه هایی که انسان داره، اون مؤلفه های شایسته‌ای که انسان داره، برای اونا زندگی میکنه، برای خود انسانیت زندگی میکنه. زندگی کوتاهه، بالاخره همه ما یه روزی میمیریم، اما همین کوتاهی زندگی خودش دارای مؤلفه های بسیار بلندی است و همه ما احساس میکنم که برای مهربانی زندگی میکنیم، مهربانی به خودمون و بعد به دیگران. همه ما برای احساس، عاطفه، شور، نشاط، امید برای خودمون و برای دیگران زندگی میکنیم. اما شوربختانه در جامعه امروز همه ما برای پول زندگی میکنیم، برای مسائل مادی زندگی میکنیم، ماتریالیست هستیم، به مسائل مادی و مادی گرایانه‌ای که در جامعه هستش بسیار توجه داریم، غافل از این که یک روزی خاموش میشیم و فراموش و باید یک چیزی رو به یادگار بگذاریم. بنابراین زبان تکنیکال زبانیه که به ما تکنیک زندگی رو یاد میده، به ما میآموزد که چگونه با خودمون رفتار کنیم و بعدش با دیگران چگونه رفتار کنیم و این چگونه رفتار کردن رو به ما میآموزد، چه گفتن زندگی و چگونه گفتن زندگی رو به ما میآموزد. اما زبان تیپیکال زبانی است که
به ما می آموزد فقط زندگی کنیم، اونم زندگی یه زندگی مادی که حالا در هر سطحی هم که باشه و من بعد به فراموشی سپرده میشیم و چیزی برای گفتن نداریم. شما ملاحظه بفرمایید وقتی یک انسانی میمیره، من خودم خیلی به هر حال افرادی که با مرگ سر کار دارند دوست هستم و تحقیق کردم در ارتباط با مردگان و افرادی که مردند. اینا رو به عینه دیدم. وقتی شما میرید غسلخانه و اینا رو دارن میشورن، مردشور داره اینا رو میشوره، واقعا بسیار جالب توجه هستش. همه جور آدمی رو میارند، پیر، جوان، کودک، بچه، زن، افرادی که کاملا سالمه، خیلی زیباست، یکی که زشته، همه اینا رو میشورن، مردشور اینا رو میشورن. و جالب اینجاست وقتی شما میرید اونجا، همین آدم هایی که خیلی به دنیا پایبند بودند، هر چیزی رو ازشون میخواد جوابتون نمیدن. هر چیزی بهشون میگی پاسخی برات ندارند. میگی کجا رفتی؟ چیزی نمیگه. میگی زندگی تو گذاشتی و رفتی، ماشینت، خونه، همه چیز، علم، دانش، همه چیز رو گذاشتی و رفتی، ولی چیزی به شما نمیگه. کاملا خاموشه، هیچی به شما نمیگه، یعنی خاموش شده و هرچی بوده تو همین دنیا بوده. اون وقت میفهمید که زندگی خیلی زیباست، ای زیبا پسند، و باید این زیبایی ها رو در همین دنیا ما کشف کنیم. زندگی در همون فراسوها بوده، در همون دیرین ها بوده و فقط نیاز به یک کاشف خوب داره که این زندگی رو کشف کنه. و اینه که مردن، با مردن فرد دیگه هیچ چیزی رو از ما نمیخواد، ولی وقتی زنده است خیلی چیزا رو از ما میخواد، طلب خیلی چیزا رو میکنه. طلب مؤلفه‌های انسانی هم از محبت، مهربانی، عاطفه، احساس، خوشرفتاری، خوشکرداری، طلب اندیشه خوب از ما داره، فکر خوب از ما داره، لبخند خوب، گریه خوب از ما داره. ولی وقتی میبینه هیچ کدوم از اینا رو، هر چی بهش میگی و تکونش میدی، اصلا تکون نمیخوره و کاملا خاموشه و هیچ پاسخی رو نداره و برای همیشه خاموش شده. پس زندگی رو زیبا میپندارم، زندگی را زیبا میپندارم به خاطر اینکه پندارهای زیادی رو در پندار ما داره و باید برای آن مبارزه کرد تا به مقصد نهایت در بی نهایت رسید. بدرودها. امیدوارم که همیشه شایسته و بایسته باشید.